این مردم یک انسان 100 تا اسب داشته باشه، در بین همنا یک اسب پیشانی قشقه داشته باشه، الا یعرف خیله، آیا همه اسب نمیشناسه؟ میشناسه. اینطور باشد اون رفیقای من فانهم یاتی یوم القیامه غرا معجلین و انا فاطمه الحوض. اون رفیقایی که من آرزوی دیدارشان دارم، اونی که من میخواهم او را ببینم روز قیامت میآیند، دستها و پیشانی ها نورانی و من پیشوازی اونا میبرم. آرزوی رسول الله، حوثی رسول الله کجا شد؟ و اون نور هم از کجا پیدا میشه؟ از اول طهارت. فلیفعل. کسی میخواد طهارت بکن. یک آدمی با آبرو اگر یک تدبیر مولوی پیشواز بگیره یا مقصود خیلی افتخار میکنه که مولوی پیشواز ما برام. چرا به افتخار نداره که رسول الله میهمان نواز است؟ کجا رفته مسلمان ها؟ رسول الله آرزوی دیدار داره. این آرزو رو باید من و شما میکنیم که ما کاش رسول الله رو ببینیم. رسول الله رو از خانه تا بفروش، ما پیشوازت میگیرم یا برای ما گوسفند بکشیم. یک قربای آبی تاورم من پیشوازت میبرم، همون برای خودت، برای منی. نفرت من و حول کجا رفتیم؟ با چی کارها گرفتار شدیم؟ با شهر میداریم دست برداریم الله فریاد کنیم. با وجودی گناهمون وقتی دعا میکنیم ملائک نمیمونه جای قبولیت برای سیم بار وقتی الله میگیم خداوند میفرست لبیک یا عبدی، بله بندم در خدمتم، هر چی خواهش داری بگو. دو روز کارخانه نمیرین، از کارخانه بیکارتون میگیرن، از معاشتون میگیرن. 30 سال 40 سال کارخانه خدا نرفتیم، یه بار الله میگه بیا به واسطه یگان کس. آیا از الله دیگه رفیق خوب هست؟ الله میگه تو خودتون تغییر ندید، من شما را تغییر نمیدم. هر کی مسلمانیم الحمدلله. بیایم امروز پیش از خواب رفتن 10 دقیقه فکر کنیم. 23 ساعت 24 ساعت 23 ساعت و 50 دقیقه مونو برای دنیا، 10 دقیقه مونو برای الله، فکرمونو وقتمونو بگذرونیم، اصلاح میشیم ان شاء الله. برادر اهل اسلام، سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ترکیش 70 صحابه را شهید کردیم. امروز بریم تماشا بکنیم و او را الله برای ما و شما عبرت. اونا با قصدن ترک نکردن، اونا تأویلا ترک کردن که ما را این گونه گفت شاید این گونه بکنیم و با وجود اینها الله از او گفت رضی الله عنهم، ما از صحابه ها راضیم. دیگه هیچ کس حق نداره که در شأن اونا یگم که بگه این ایمان من و شماست. دوست داشتن صحابه دین و ایمان من و شماست، بد دیدن صحابه کفر و نفاق است. خاطر دعا بکنیم توی برادر بابای مقسوم قطعی حکم چگونه که همین روز یاد الله و رسول و سنت رسول الله شد. اله از اولین قدمشان تا آخرین قدمشان به یاد تو باشن، به یاد رسول تو و دین تو باشن. ای الله، الله از یک فرزندی بده که تغییرات در جامعه شد. الله خواهر ما را خواهری بگردان که تمام مادری مسلمان به این تعصب کنه و باقی مانده زندگانیشون به این ببره. و این دادری ما را دادری بگردان که دیگه جوان مردا حوث زندگانی اینا را بخوره. اله از یا فرزند بده که برای یا در این دنیا سربلندی و در آخرت هم نیکبختی باشه. الله تبارک و تعالی این بلایی که بالای ما آورده از ما برداشته بگردان. الله ما طاقت درد نداره. الله دیروز در بالای گرفتار شده مسلمان چشم دیدن نداره. قلبها منخور از کبر و غرور و حسد، زبانها منخور از دروغ و غیبت شده. الله طاقت درد نداره. این بیهوده از این داشته. الله چگونه انبیا و اولیا و صلحا را هدایت کردی. آنها بنده های تو بودن، ما هم بنده تو هستیم. هدایت برامون نصیب کن. اله ما را لحظه در اختیار خودمون مقصود. ما قوی نداریم تو را عبادت بکنیم، ما قوی نداریم که از گناه دست بکشیم، مگر بکنیم قوه و توفیق تو هست.